الحمد لله الذي الیه مسائر الخلق و عواقب الامر نحمده علی عظیم احسانه و نیر برهانه و نوامی فضله و امتنانه ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین لا سیما بقیة الله و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عن امیر المؤمنین صلوات الله علیه فإنك قد جعلت دینك تبعا لدنیا امرئ ظاهر قیه محتوک ستره یشین الکریم بمجلسه و یصفح الحلیم بخلطته فاتبعت اثره و طلبت فضله اتباع الکلب للزرقام یلوذ بمخالبه و ینتظر ما یلقی الیه من فضل فریسته فاذهبت دنیاک و آخرتک. خب شب ختم این جلسه است. من قدردانی و تشکر کنم از همه عزیزانی که در این یک ماه در این جلسه که متعلق به خودشون بود شرکت کردند و مجلس رو روشن نگه داشتند. آیت الله زاده های معظم که این جلسه رو اداره کردند، کارگران این بیت که چایی دادن، استکان جمع کردن، چراغ روشن کردن، اداره کردن جلسه رو، قدردانی و تشکر میکنیم از اونها و طلب مغفرت میکنیم برای همه کسانی که در این بیت از روز اول تأسیسش الی یومنا هذا شرکت کردند، ذاکر بودند، مستمع بودند، خدمتگزار بودند که حالا من بخوام اسم ببرم زیاد میشن. خداوند روح همه اونها رو هم از این مجلس شاد و بهره‌مند بفرماید و باز هم به ما توفیق بده زنده باشیم و ماه‌های مبارک رمضان‌های زیادی رو درک بکنیم. و خب این ماه رمضان درسته یک ماه سختی هست برای بعضی ها، اما جهات معنوی ماه رمضان رو نباید نادیده گرفت. چقدر انفاقات، صدقات، خیرات، مبرات در این ماه برای مردم رسیده می شود. خب این هم یک قدردانی و تشکر از عزیزان. و اما خب بازار زکات فطره مسائلش داغ است. گاهی سوال میکنن که آقا ما شب عید مهمانی داریم چه کار کنیم؟ بگیم آقا همه رو بگید بعد از نماز بیان، بعد از اذان بیان، چون مهمانی که قبل از غروب بیاد به عهده صاحب خانه است. تازه به فتوای اونایی که با یک شب میگن صدق ایلوله میکنه. اما اذان گفتن وارد خونه صاحب خانه بشید دیگه به عهده میزبان نیست، به عهده خود مهمانه. بعضی از مراجع اعزام دیدم اصلا میگن یک شب نانخور حساب نمیشه. یه ماه رمضونی بیاد اونجا بمونه 10 روز 15 روز، شب عیدم باشد بگیم زکات فطرش رو بده. حالا اینا فتاوا مختلف، اما یه نکته‌ای در اینجا هست که قوت غالب شخص ملاک است
یا قوت غالب مردم اون شهر ملاکه. اینم یه دقتی بود که امروز یه کسی مسئلهشو از ما پرسید که آقا ملاک غذایی است که خودم میخورم یا ملاک غذایی است که شهر مصرف میکنن؟ عبارت رساله ها این است که قوت غالب بلد، مردم اون شهر چه غذای مصرف میکنن همون زکات فطره اون رو بپردازد. البته الان چون نون مصرف میشه همین کفایت میکنه. یه صلواتی بفرستید. و 3 کیلو گندم، چون نون الان دیگه مصرف عمومی هست، حالا کسی دلش میخواد پول برنج حساب بکند اون به نفع فقراست. و این زکات فطره رو هم انسان، یعنی همه صدقات رو سعی کنه خودش مستقیم به فقیر بده، هی واسطه نخوره. یکی از اصحاب پیغمبر این آخر عمر نابینا شده بود، نشسته بود تو دالون خونه، یه ریسمانی هم گذاشته بود. فقیری که می آمد به این نشانه ریسمان می آمد دم در یه چیزی به فقیر می داد. بچه ها گفتن بیشین ما می بریم کمک می کنیم. گفت نه، از رسول خدا شنیدم که فرمود مناولت المسکین تقی میتة السوء. مناوله یعنی نائل شدن. در فارسی میگیم از دست فلانی نائل شدم. مرحوم مجلسی اول میگه من صحیفه سجادیه رو مناولتن از امام عصر گرفتم. مناولت المسکین تقی میتة السوء. با دست خودت چیزی رو به فقیر بدی از مرگ بد جلوگیری میکنه. بنابراین زکات فطره رو سعی کنه انسان به مستقیم به فقیر بده. اما نمیدونم فلان اداره فلان سازمان اینا جمع میکنن، ما اطمینان داریم واقعا به دست فقیر میرسه یا نه؟ این یک کمی محل تأمله. و اقربا رو مقدم بدارد، اقربا مقدمن، بعدش همسایگان، بعدش فقرای شهر. اما بردنش به خارج شهر خلاف احتیاطه. اما اگر برد بری ذمه میشه، اگر تلف شد ضامنه. حالا چون کارت به کارت هست که دیگه زمانی ندارد. مرحوم شاهآبادی بزرگ یه فتوایی دارد، ایشون میفرماید نقل خمس به شهر دیگه جایز نیست. خمس هم مثل زکات میفرماید در همون شهر باید مصرف بشه. خب حالا این فتوای منحصر به فرد ایشونه. غرض این است که زکات فطره تا توی شهر فقیر هست به شهر دیگه برده نشه. چرا؟ بعضی از روستاها زنگ میزنن میگن آقا ما اینجا فقیر نداریم، خب بفرستید به شهر دیگه، اشکالی نداره. خب اینم از مسئله امشب ما. مبلغش هم 75 تومن 80 تومن. در شهر قم روستاها گندم آرد ارزونتره، لذا ما میگیم آقا 3 کیلو گندم به قیمت بلد و شهر خودتون. حالا بالای تهرانی 100 تومن، روستا هستی مثلا 50 تومن. یه صلواتی بفرستید. شب عید فطر که فردا شب هست، شبی است که عیده که امر آس جان به مالک دوزخ سپرده. من عبارت امیرالمؤمنین رو از نهج البلاغه نامه 39 برای شما امشب نوشتم آوردم. اول ترجمه کنم برای بعضی از عزیزان، ببینید چه تعبیری امیرالمؤمنین راجع به امر آس داره. انک قد جعلت دینک تبعا لدنیا امرئ ظاهر قیح.
تو افتادی دنبال معاویه حتاک، ظاهر غیو، ظلم و ستمش آشکاره، مخفی نیست. تو داری از این شخص حمایت میکنی. محتوکن سترو، یک انسان نیست که عرضم به حضور شما حتی که پرده در آبروریزه. یشین الکریم به مجلسه، انسان کریم و بزرگوار اگر بخواد با معاویه نشست و برخاست بکنه همه سرزنشش میکنن. تو رفتی با معاویه نشست و برخاست میکنی. و یصفه الحلیم به خلطته، انسان حلیم اگر بخواد با معاویه نشست و برخاست بکنه میگن این سفیه، عقل درستی نداره. فتبعت اثره، تو افتادی دنبال این آدم. و طلبت فضله اتباع الکلب للزرقام. زرقام، اسد، لیس، اینا همه اسامی شیره. خیلی شیر اسم داره به جهات و روحیات مختلفش. میفرماید تو جنگل سگ میفته دنبال شیر که شیر یه طعمه ای رو پیدا بکنه، چون شیر پسمانده حیوانی رو نمیخوره، خودش باید یه شکاری رو به دست بیاره. تو هم افتادی دنبال اون شیر که اون یه طعمه پیدا بکند. و ینتظر ما یلقی الی من فضل فریسته، 4 تا استخوناش هم بگذاره برای این سگ. تو افتادی دنبال معاویه او به دنیا برسه، تو هم از حاشیه نشینهاش باشی. فاذهبت دنیاک و آخرتک، دنیا و آخرت خودت رو از دست دادی. این امرآس در سن تقریبا 90 سالگی بود که در مصر بود و یه نامه معاویه نوشت که بلند شو بیا اینجا، ما درگیر شدیم با امیرالمؤمنین. به قول مرحوم آقای فلسفی، انسان دائما سر دوراهیه، هر روز و هر ساعت. خودم رو میگم، این حرف رو تو منبر بگم یا نگم، این مجلس رو برم یا نرم. دقت میکنید همش انسان سر دوراهیه. لذاست که میفرماید امرآس شب تا به صبح فکر کرد آیا بمانم در مصر یا برم ملحق بشم به معاویه. با 2 تا از بچه‌هاش مشورت کرد. یکی از بچه‌ها گفت بابا بیشین آخر عمری تو خونه، چه کار داری به معاویه و علی؟ اون دیگری گفت نه، الان اختلاف شده بین امت، تو باید بری ریش سفیدی بکنی و مسئله رو حل بکنی. گفت تو صلاح دنیای منو گفتی ولی برادرت صلاح دین من رو گفت. شب تا به صبح فکر کرد بروم یا نروم. طریق عراق دین داره نون نداره، طریق شام نون داره دین نداره. صبح که شد گفت که غلام ارحل، اساسا رو بار کن بریم. آمد را بیفته، دید پاش به این سفر باز نمیشه، داره میره به جنگ امیرالمؤمنین. گفت نه 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 ولش کن، اختد اساسا رو زمین بگذار، نمیریم. اساسا رو پیاده کردن، باز دید ریاست مقام منزلت، از اینم نمیشه دل بکنه. گفت غلام ارحل اساسا رو بار کن بریم. اساسا رو بار کردن، باز پشیمون شد، گفت اختد اساسا رو پایین بگذار.
بار سوم ارحل، بار سوم احدد. غلامش وردان گفت اعترکت دنیا و الاخره علی قلبک. دنیا و آخرت اومدن به جنگت، گیر کردی نمیدونی چه کار کنی. گفت چه کار کنم؟ گفت بیشین تو خونه. اگر علی پیروز شد اهل دین پیروز شدن، تو ضرر نکردی. اگر معاویه پیروز شد به عقل تو نیاز داره، دوباره میفرسته دنبال تو. گفت نه بریم دیگه. رفت، وارد شد بر معاویه. و معاویه ما پیرمرد رو برای چی از مصر کشوندی آوردی به شام؟ گفت 3 تا درگیری ما داریم، نیاز به تو داریم. یک سلطان روم حمله کرده. اون مهم نیست، اون با پول قابل حله. 2 پسردایی معاویه محمد ابن ابی حذیفه از زندان فرار کرده. گفت اونم مهم نیست. گفت خبر سوم این است که ما با علی درگیر شدیم. خبر مهم اینه. حالا چقدر حاضری معامله کنی؟ فی چنده؟ گفت چی میخوای؟ گفت حکومت مصر. نه 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 زیادته، حکومت مصر رو بدم به تو. برادر معاویه در گوشش گفت داداش قبول کن، معامله شیرینیه، خوبه. چون اگر شکست بخوری نه شام برات میمونه نه مصر. امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه دارد که لم یبای حتی شرط علی البیعت ثمنا. عمرو عاص معامله کرد با معاویه، پولشو گرفت و دینشو داد، ولی دین نداشت. فلا ظفرت ید البای و خزیت امانت المبتاع. این خریدار و اون فروشنده از این معامله خیر نبینن. برای 6 سال آخر عمر دیگه، سنه 37 این قضیه است. سنه 43 هم شب عید فطر عمرو عاص مرده. برای 6 سال آخر عمر انسان این همه وزر و وبال از خودش باقی بگذاره. به هر حال خب دیگه نقش ایشون رو در جنگ صفین و افتضاحاتی که به بار آورد، اینها رو قلم میگیریم و از اینجا رد میشیم و میگذریم، میرسیم به پایان مصیبتبار عمرو عاص. یه صلواتی بفرستید. الله علی محمد. این قسمتی که تا اینجا گفتم اکثرش رو ابن قتیبه در کتاب الامامة و سیاسه نقل کرده، ولو به خاطر بعضی از مطالب بعضیا خدشه میکنن، میگن این کتاب مال ابن قتیبه نیست. الامامة و سیاسه. از اینجا به بعد اون چرا که نقل میکنم بیشترش از طبقات ابن سعده. یه نکته رو هم از ناسخ یادم اومد براتون بگم. عمرو عاص یه کیسه‌ای داشت پر از طلای سرخ. گفت یکی اینو قبول بکنه با وزر و وبالش، جوابش هم بده. بعد معاویه گفت بفرستید شام، ما قبول میکنیم، جوابش هم میدیم. این از این. ابن شماسه
اینا تاریخ نیست، اینا عبرته. قرآن داستان نقل میکنه ولی در آخر میگه و کذالک، شما هم همینطور. ابن شماسه میگه دیدم روشو کرد به طرف دیوار، های های داره گریه میکنه. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت گریه من برای این است که دنیای معاویه رو آباد کردم اما دین خودم رو تباه کردم، ولو دین نداشت. گفت 3 دوران بر من گذشت. دوران اول دوران جاهلیت بود، اگر می مردم اهل آتش بودم. دوران دوم دوران مصاحبت با پیغمبر بود، اگر مرده بودم خب شاید اهل نجات بودم. دوران سوم دورانی بود که بعد از پیغمبر موندم، کارهایی از من سر زد که نمیدانم خدا با من چه خواهد کرد. دقت میکنید؟ روشو کرد به طرف دیوار، شروع کرد به گریه کردن. بعد گفت الهی امرتنی فلم اعتمر و زجرتنی فلم انزجر. خدایا منو امر کردی ولی گوش نکردم، منو نهی کردی ولی اعتنا نکردم. خدایا منو ببخش. ابن عباس گفت حالا داری توبه میکنی؟ گفت خدایا ابن عباس داره منو از رحمت تو مایوس میکنه. خب بله، حق با ابن عباسه. تو اومدی در صفین اون فتنه رو رهبری کردی که آثارش تا به امروز باقیه. اون وقت حالا گوشه نشین شدی و تسبیح دست گرفتی و میگی استغفر الله امرتنی فلم اعتمر و زجرتنی فلم انزجر. آخرین جمله رو هم بگم و وارد روزه بشم. این قسمت رو ابن سعد در طبقاتش داره، در ترجمه امرآس. ایشون در زمان جوانی جزار بود. جزار یعنی کسی که شتر نهر میکنه. خب اون زمان تا شتری رو نهر کنن 1-2 ساعتی طول میکشید با ابزارهای اون زمان. اشاره کرد به شغلش، گفت بچه ها وقتی که من مردم به مقداری که شتری رو نهر میکنن کنار قبر من بنشینید، اما شدوا علی ازاری فانی مخاصمون. لنگ من رو محکم ببندید که من فردای قیامت باید جواب سختی رو پس بدم. دقت میکنید؟ خیلی تکان دهنده است این قسمت وصیتش. شدوا علی ازاری فانی مخاصمون. لنگ من رو محکم ببندید که من فردای قیامت باید حساب سختی رو پس بدم. و در شب عید فطر در مصر جان به مالک دوزخ سپرد و آثار و تبعات کارهاش همچنان باقیه. به هر حال قدردانی و تشکر مجدد از همه عزیزان، علما، بزرگان از راههای دور و نزدیک در این 30 شب در این جلسه شرکت کردم. 28 شب میشه تقریبا. امشب شب ختم این جلسه است. طلب مغفرت داریم برای مرحوم آیت الله العظمای گلپایگانی، متعلقه ایشون، متعلقه حضرت آیت الله حاج آقا جواد گلپایگانی و علما و مراجع وابسته به این بیت، مرحوم آیت الله العظمای صافی، مرحوم آیت الله مستنبط، مرحوم آیت الله العظمای خویی، شهدا، امام راحل، همه بزرگانی که
وابسته به این بیت هستند، خدمتگزارانی که در اینجا بودند و الان در میان ما نیستند. امیدواریم خدای متعال روح همه اعزه رو از این مجلس شاد و بهره‌مند بفرماید و آیت الله زاده های معظم، حضرت آیت الله حاج آقا جواد گلپایگانی، حضرت مستطاب حجت الاسلام و المسلمین، آقای حاج آقا باقر گلپایگانی که این جلسه رو اداره کردند، انشالله خداوند از همشون قبول بفرماید و باز هم توفیقی باشد و رمضان‌های زیادی رو درک بکنیم و دوره هم جمع بشویم. شب آخر است، اجازه بدید مجلس رو با نام حضرت زهرا سلام الله علیها ختم بکنم. سید ابراهیم ابهری این رو محدث قمی در منتهی الآمال در حالات امام حسین نقل میکنه. سید ابراهیم ابهری میگوید در حرم امام حسین خواب دیدم علامه مجلسی رو که دیشب راجع به اون صحبت کردیم. علامه میخواست روزه بخواند، یه نفر پیغام آورد، علامه فاطمه زهرا میفرماید اذکر المصائب المشتمله علی وداع ولدی الحسین علیه السلام. روزه وداع فرزندم حسین را بخوان. این دیگه الان حواله شد. من میخواستم یک قسمت دیگری از روزه رو بخونم ولی الان به ذهنم آمد و از همینجا براتون اشعار عمان سامانی رو که خیلی زیباست براتون بخونم. خواهرش بر سینه و بر سر زنان. میخواد چراغا رو هم خاموش بکنید، نداره. خواهرش بر سینه و بر سر زنان، رفت تا گیرد برادر را عنان. سیل اشکش بس بر شهر راه را، دود آهش کرد حیران شاه را. در قفای شاه رفتی هر زمان، بانگ مهلن مهلنش بر آسمان. کی سوار سرگران کم کن شتاب، جان من لختی سبکتر زن رکاب. پس ز جان بر خواهر استقبال کرد، تا رخش بوسد الف را دال کرد. همچو جان خود در آغوشش کشید، این سخن آهسته بر گوشش شنید. که عنان گیر من آیا زینبی، یا که آه دردمندان در شبی. پیش پای شوق زنجیری مکن، راه عشق است این عنان گیری مکن. با تو هستم جان خواهر هم سفر، تو به پایین راه کوبی من به سر. جان خواهر در غمم زاری مکن، با صدا بهرم عزاداری مکن.
معجر از سرپرده از رخ وا مکن، آفتاب و ماه را رسوا مکن. فاشارت الی قلب اخته، تصرف امامتی کرد. زینب آرام گرفت، برادر حالا میخوای بری برو داداش. اومد بیاد جانب میدان. مهلا مهلا یبن الزهرا، کرده وصیت مادرت در وقت میدان رفتند. قرآن بگیرم بر سرت. آمد جانب میدان، اما یه وقتی ببینه یه مش افراد هرزه دارن به خیمه ها حمله می کنند، صدا زد یا شیعت آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین، اگه دین ندارید که ندارید، اما آزاد مرد باشید، چرا متعرض خیمه ها می شوید؟ ای سپه دون به کجا می روید؟ جانب ناموس خدا می روید، تا نرود بر سر نیزه سرم، کس به اسیری نبرد خواهرم. گفت الیکم من حرم الرجل، از خیمه ها دور شوید، اما وقصدو، هرچه در توان دارید در کشتن حسین به کار ببرید. فرقتون به سیوف، فرقتون به رماه، و فرقتون بالحجاره. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. طلب مغفرتی داشته باشیم برای مرحوم آیت الله یاسد مرتضای علوی رحمت الله علیه، برای مرحوم آیت الله یاسد جعفر خنساری، برای مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای محقق کاشانی و شفای عاجل، برای حضرت آیت الله ابتهی دامادهای حضرت آقا. انشاءالله خداوند متعال اهل مجلس ما رو اهل بهشت و سعادت و عاقبت به خیری قرار بدهد. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم. یا الله 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 یا الله. خدایا عواقب امرمون رو ختم به خیر بفرما، امر فرج امام عصر رو تعجیل بفرما، ما و ذریه ما رو از امراض صعب العلاج و حوادث تلخ روزگار محافظت بفرما، مستاجرها و بیخانه رو صابخونه بگردان، قرض مقروضین ادا بفرما، اموات و گذشتگان و ذوی الحقوق از این جمع، مرحوم آیت الله العظمای گلپایگانی، مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج آقا مهدی گلپایگانی و متعلقه ایشون، والدین من، اموات جمع حاضر، بدوارث و بیوارث و کم وارث، غریق دریای رحمت واسع بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب